سرخط خبرهای مهم: مصادره 178 کیلوگرم مخدرات در ختلان، 500,000 سومونی مکافات. جستجوی ملیکه و سبینه ادامه دارد و امریکا گفت با نیزوی اسرائیل ایران همراه نمی شود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 ایون کمیته امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه 5 نفری خبر داد که نزدیک به 180 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند و می‌خواستند به خارج کشور انتقال دهند. در اطلاعیه رسمی کمیته که روز 16 ایون خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد، آمده است ماموران امنیتی و مرزبانان تاجیک از قاچاق 178 کیلوگرم و 845 گرم حشیش و افیون در منطقه دیدبانگاه سرحدی پنجابی ناحیه میرسید علی حمدانی پیشگیری کردند. قسم زیادی این مواد مخدر در حجم 139 بسته را از داخل تاکسی پیدا کردند که به گفته این نهاد به شرکت 3333 تعلق داشته است. در بیانیه آمده است که هنگام عملیات تفتیشاتی بابا جان عبدالحق ساکن 34 ساله ناحیه میرسید علی حمدانی، اکبر هجرت شهروند 31 ساله افغانستان و مقیم شهر وحدت و سپس 3 ساکن دیگر ناحیه میرسید علی حمدانی و شمس‌الدین شاهین دو ناحیه هممرز با افغانستان را در شهر دوشنبه و خوجند دستگیر کردند. در بیانیه گفته نشده است که این افراد را کی دستگیر کردند. تاجیکستان که مرز بیشتر از 1300 کیلومتری با افغانستان دارد، یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانی گفته می شود. سالانه در کشور صدها کیلوگرم افیون و تریاک و حشیش و هروئین از افغانستان قاچاق شده کشف و مصادره می شود و ده ها نفر هم برای قاچاق این مواد پس پنجره می روند. وزارت کارهای داخلی با پخش خبرنامه گفت هر نفری که برای پیدا نمودن ملیکه و سبینه ارالوها معلومات صحیح دهد در حجم 500,000 سومونی مکافات داده می شود. ملیکه و سبینه ارالوها روز 25 مارس سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4.5 سال داشتند از نزدیک خانه‌شان در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. تجربه کاری ثابت نمود که سهم شهروندان در آشکار و پیشگیری جنایتکاری، دریافت نمودن شخصان بدرگشته و تامین ترتیبات جمعیتی نهایت ارزشمند می باشد، گفته شده است در اعلان وزارت. گم شدن این دو دختر در سال 2013 جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد. حتی رئیس جمهور تاجیکستان از حادثه ناپدید شوی ملیکه و سبینه اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود. اولغبک ارالوف پدر ملیکه و سبینه چند سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که طول این سالها امید پیدا کردن آنها را از دست نداده و همیشه با مقامات همکاری خواهد کرد. 14 ایون از بازداشت چهره‌های سیاسی و دولتی و رسانه‌ای شدن قضیه تلاش غصب حاکمیت و خیانت به دولت یک سال گذشت. چهره‌های سرشناسی که گناهکار دانسته شدند حکم‌های دراز مدت گرفتند و نزدیکان و پیوندان آنها همانا از صحبت با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. هرچند برخی آنها در صحبت‌های بدون میکروفون پیوندان خود را بیگناه عنوان می‌کنند. همکارمان میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. 14 ایون از بازداشت چهره‌های سیاسی و دولتی و رسانه‌ای شدن قضیه تلاش غصب حاکمیت و خیانت به دولت یک سال گذشت. چهره‌های سرشناسی که گناهکار دانسته شدند و حکم‌های دراز مدت گرفتند. نزدیکان پیوندان آنها همان از صحبت با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. هرچند برخی از آنها در صحبت‌های بدون میکروفون پیوندان خود را بیگناه عنوان می‌کنند، کناره‌جویی از رسانه‌ها را به خطر بیشتر به خود و نداشتن اعتماد به مقامات حفظ حقوق بستگی می‌دهند. اما زمان صادر شدن حکم دادگاه گفته بودند که نمی‌دانند برای چه عزیزانشان را به سال‌های طولانی محکوم کردند. چون پرونده مهر مخفی داشت، وکیل به ما هیچ اطلاعات نمیداد. ما حتی حال نمیدونم پدر من چی گناه کرده است. شکر جان حکیموف یگان گناهی ندارن، یگان چی ندارن، وابشه هیچ و کاردار نیستن. همین رای راستشان که میرن، رای راستشان که میبیان، همه میدونند که شکر جان حکیموف گناه ندارد، یگان گناه ندارن. هیچ کی تصدیقم کردن نمیتوند که و یا گناه دارن. با سپری شدن یک سال به جز شوهر و فرزندان نابالغ رخشانه حکیمووا به پیوندان محکوم شده های دیگر از زمان بازداشت تا کنون اجازه ملاقات با نزدیکان زندانیشان را ندادند.
نزدیکانشان میگویند پس از مراجعت‌های زیاد مقامات وعده ملاقات در زندان را داده بودند، اما حالا میگویند دوره کرانتین است و نمیگذارند آنها را ببینیم. فرهاد آدینه فعال اجتماعی دلیل این را انگیزه سیاسی داشتنی قضیه می‌داند. طبق ماده 93 کودکس اجرایی جنایی جمهوری تاجیکستان محکوم شده و حتی در مؤسسه های نظام شدید حقوق به ملاقات با نزدیکانشان را دارند. مخصوصا هر ماه یک مرتبه ملاقات کوتاه 4 ساعته، در یک سال 2 مرتبه ملاقات دراز مدت از 1 تا 3 شبانه روز. متاسفانه در پرونده های سیاسی این حقوق‌های قانونی نادیده گرفته می شود. اگر محکوم شده علاقه در مؤسسه انتقال یافتند و هم سود و حکم سود اجرا می شود، منع ملاقات دیگر به بهانه کرانتین اساس ندارد. 1 سال قبل دادستانی کل اکنون سابق تاجیکستان در مجلس نمایندگان از وکیلان خواست به بازداشت همتای خود سید جعفر عثمانزاده که رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان بود رضایت دهند. دادستانی کل در حضور وکیلان عثمانزاده را در همدستی با گروه‌های داخلی و خارجی به تلاش زوراً سرنگون کردن حاکمیت دولت گناهگار کرد. پس از عثمانزاده بازداشت همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبر شاه اسکندرов رئیس سابق شورای عالی، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین حزب دموکرات، شاکر جان حکیمov حقوقشناس و معاون اول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشانه حکیمova روزنامه‌نگار و چند سرهنگ نهادهای امنیتی بازداشت شدند. شکل پوره گزارش را شما می توانید در سامانه و یوتیوب کانال رادیو آزادی تماشا کنید. مقامات رسمی آمریکا اظهار داشتند که ایالات متحده با نیزوی اسرائیل با ایران همراه نمی شود. در این باره شبکه تلویزیونی CBS آمریکا خبر داده است. به اطلاع منبع‌های شبکه، ترک فوری دونالد ترامپ از همایش G7 و دعوت شورای امنیت ملی معنای آن را ندارد که آمریکا در حمله ها به ایران شرکت خواهد کرد. رسانه ها خبر دادند که شام 16 ایون دونالد ترامپ همایش G7 در کانادا را قبل از مهلت ترک کرد. خبر اشتراک نکردن آمریکا در نیزوی اسرائیل با ایران پس از آن پخش شد که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان تهران دعوت کرد تا فوراً شهر را ترک کنند. ایران باید آن سازشنامه را امضا می‌کرد که من گفته بودم. چه شرمندگی و برباد رفتن حیات انسانی. ایران سلاح هسته‌ای داشتن نمی‌تواند. من این را تکرار به تکرار می‌گویم. همه باید فوراً تهران را ترک کنند، نوشت ترامپ در تروث سوشال. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن قرار بود در نشست 3 روزه در شهر کراناسکس درباره راه‌های پیشگیری از شدت گرفتن درگیری بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. در این زمان وزارت دفاع آمریکا گزارش‌ها را درباره اشتراک هواپیماهای حربی آمریکایی در حمله به ایران دروغ نامیده است. کاخ سفید نیز اظهارات نمایندگان اسرائیلی را در شبکه 14 درباره اشتراک داشتن هواپیماهای نظامی آمریکا در حمله به ایران دروغ آشکار و فیک نامیده است. کاخ سفید تاکید کرده است که خبر اشتراک آمریکا در حمله به ایران واقعیت ندارد. گروه طالبان که قریب 4 سال بود زمام قدرت را در افغانستان به دست دارند، سفر زنان تا 40 ساله را به بازار نزد سرحدی ترمیز ممنوع اعلام کردند. در این باره تلویزیون امو-تv با تکیه به ساکنان و فروشنده ها خبر داده است. یک تاجر گفته است که با منع ورود جوان دختران حجم فروش مال آنها کاهش یافته است. طالبان رسما درباره منع ورود جوان دختران به بازار اظهار نظر نکردند. مرکز بین‌المللی سودای ترمیز در مرز ازبکستان و افغانستان سال 2022 افتتاح یافت. مرکز دارای مغازه‌ها و مرکز طبی، طرفخانه‌ها و منطقه‌های استحصالی است. شهروندان افغانستان می توانستند بدون روادید از آن دیدن کنند و 15 روز در آنجا بمانند. و چون همیشه در این بخش از یک روز تاریخ میگوییم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
17 ایون سال 2009 سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحов به قول همسر و پسرش در خانه‌اش کشته شد. مقامات آن را خودکشی نامیدند. دادستانی کل صالحов را که یک متفق دراز مدت پرزیدنت تاجیکستان به حساب می رفت در سوء استفاده از مقام و دیگر جنایت‌ها گمانبر می دانست. تا حال سالهای زیادی این قضیه برای جامعه به جواب می ماند. 17 ایون سال 2019 اتحاد اروپا استراتژی نو برای آسیای مرکزی را قبول کرد. استراتژی نو تقویت همکاری‌ها در بخش سیاسی و حقوق بشر، کمک در رشد اقتصادی و جلب سرمایه‌ها، مستقلیت دادگاهی و تقویت اقتصاد بازرگانی را در نظر می‌گیرد. 17 ایون سال 2010 فعالان مدنی از افزایش کودکان کارگر در تاجیکستان خبر دادند. به حساب آنها در تاجیکستان که بیش از نصف اهالیش کودک می باشد، هر نورسی هفتم مجبور است در تامین روزگاری عائله‌اش سهم بگیرد. بانک ملی قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 129 سومانی، 100 یورو به 1172 سومانی و 100 دلار 1012 سومانی. شما نوید بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را می توانید دوام روز در سامانه و صفحه اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا در همین وقت ساعت. خدا نگهدار.